نوبت وصل و لقاست، نوبت حشر و بقاست. نوبت وصل و لقاست، نوبت حشر و بقاست. نوبت لطف و عطاست، بحر صفا در صفاست. درج عطا شد پدید، غره دریا رسید. صبح سعادت دمید، صبح چه نور خداست. صورت و تصویر کیست، این شه و این میر کیست. این خرد پیر کیست، این همه روپوش هاست. چاره روپوش ها هست چنین جوش ها. چشمه این نوش ها در سر و چشم شماست. در سر خود پیچ لیک، هست شما را دو سر. این سر خاک از زمین، وان سر پاک از سماست. ای بس سرهای پاک ریخته در پای خاک. تا تو بدانی که سر زان سر دیگر به پاست. آن سر اصلی نهان، وان سر فرعی عیان. وان که پس این جهان عالم بی منتهاست. آن سر اصلی نهان، وان سر فرعی عیان. دان که پس این جهان عالم بی منتهاست. مشک ببند ای سقا، می نبرد خنب ما. کوزه ادراک ها تنگ از این تنگناست. از سوی تبریز تافت شمس حق و گفتمش. نور تو هم متصل با همه و هم جداست. خب غزل در نوبه خود با اینکه نوبت وصل و لقا هست، اما در نوبت خود غزلی دیریاب و سهمگین است و رسیدن به معانی درونی آن و معانی حقیقی و واقعی آن البته برای امثال بنده ممکن است که بسیار سخت باشد، اما حداقل از جهت ظاهر بعضی از مواردش رو به شکل ظاهری بررسی میکنیم. کل غزل مربوط به وصل و لقا هست و از سخنان بسیار ذی قیمتی است که غالباً در ادبیات ما این چنین سخن گفتن سابقه ندارد. در ادبیات ما بزرگترین و بهترین و عظیمترین شاعران همه از هجران گفتند و آنان که از وصال گفتند بیشتر وصال یار زمینی بوده است و بیشتر وصال آن چیزی بوده است که در این زمین میتوان به آن رسید و یاری که زمینی است و میتوان به آن دست یافت. اما این گونه غزلیات تنها از حضرت مولانا برمی آید که بتواند در اندیشه ما و در ادبیات بسیار عظیم ما بتواند این چنین بی محابا و بدون هیچ تأملی از وصال سخن بگوید و اعلام کند که اکنون نوبت وصل است و نوبت لقاء الله است، نوبت حشر است، نوبت بقاست. و این البته برای دوستان عزیزی که غالبا آشنا هستند با مسائل ادب فارسی می‌دانند که این امری غریب و غیر عادی هست.
خب کسی میتواند این را بداند که خود نوبت وصلی داشته باشد و نوبت لقایی داشته باشد و بتواند این غزل رو درک کند، وگرنه در سطح مهجورانی همچون ما البته این قابل درک و قابل فهم و ادراک کامل نیست و خود مولانا هم میگوید که کوزه ادراک های شما بسیار تنگ است و نمیتوانید آنچه را که من گفتم آنها رو درک کنید. من دریا و بحر برای شما سخن آوردم، اما نهایتا میگوید که ای سقا مشکت را ببند، حتی به اندازه مشکی هم که آورده ای نمیتوانی از این دریا سخن و دریا عشق و عرفان بهره ببری. و خوب است که برای درک عظمت این همین مشکی رو هم که با خودت آورده ای آن را هم درش را ببندی و با خود ببری. نوبت وصل و لقاست، نوبت حشر و بقاست، نوبت لطف و عطاست، بحر صفا در صفاست. خب اولا بحث نوبت یعنی میدانیم که نوبت چیست و چیزی که پس از دیگری می آید و چیزی که کررت و تکرار است. نوبت آن وقت است که قبلا کسی در جایی باشد، قبل از این شخص باشد، نوبت به او رسیده باشد، پس از آن که نوبت او بود نوبت آن دیگری برسد و پس از این هم باز نوبت دیگری خواهد آمد. و مولانا در مثنوی اشعار زیبایی دارد که جهانی که این چنین نوبتی هست و نوبت آن هم به دست شما نیست، نوبت آن را هم آن نوبت گذار عالم برای شما تعیین می کند. هیچ نوبتی که بدانید حتما از آن شماست نیست. در مرگش، در حیاتش، در همه مواردش این نوبت همه از آن اوست و این اوست که نوبتها را می شمارد، نوبتها رو قرار می دهد، این کدره ها و مره ها و تکرارها رو در می آورد و بر این جهان جاری می کند. این که در مرگ می بینیم که خب کسانی که عمرشان بیشتر است در نوبت مرگ سریعتر و زودتر قرار دارند، اما می بینید که چنین نیست. 80 سالگان هستند، 90 سالگان هستند، اما جوانانی که هنوز نوبتشان نشده است آنها به لقاء الله میرسند یا از این جهان رخت برمیبندند. یا در مورد همه چیز هست که این نوبت‌هایی است که خدا قرار میدهد و چنین نیست که ما در نوبت بنشینیم و منتظر باشیم و بدانیم که حتما این نوبت به ما خواهد رسید. این نوبت وقتی رسید ما این درک رو خواهیم یافت و این مسئله رو عمیقاً متوجه خواهیم شد. خب مولانا در حال سخن میگوید، نه در آینده و نه در گذشته، و یکی از کارهای عرفا هم همین است و یکی از بزرگترین کارهای عارفان همین است که در حال زندگی میکنند و گذشته رو به عنوان یک کوله‌بار بسیار سنگین بر پشت خود نمیکشند و آینده رو بر اساس امری موهوم و نامعلوم که معلوم نیست چه خواهد بود رو رها میکنند و آنچه را که در این جهان است و در حال حاضر است او رو دریافت و درک میکنند. انسان‌های ضعیف، انسان‌هایی که علمشان در حد مناسب نیست، معمولاً حال رو رها میکنند یا در حسرت گذشته یا در آرزوی آینده. غالباً ما این مشکل رو داریم که حال رو رها میکنیم به خاطر حسرت‌های گذشته و یا به خاطر آرزوهایی که در آینده به ما خواهد رسید. بعد از اینکه عمر انسان فانی شد و عمر انسان رفت،
بعد هی با حسرت به گذشتهش نگاه میکنند و آرزوهایی رو که در ذهن دارد میپرورد، اما به هیچ جایی نمیرسد و نهایتاً میفهمد بعد از این که آن لحظه مرگ فرا رسید، این خواهد فهمید که من میبایست در حال زندگی میکردم، نه در حسرت گذشته میبودم و نه در آرزوی آینده. حال رو در میافتم، نوبت خود رو که رسیده است، نوبت عاشقی رو که در این جهان بر ما رسیده است، حالی که ما هستیم و سخن عاشقانه میخوانیم، این حال رو دریابیم و این زمان رو دریابیم و این دریافتن زمان در جای خود بسیار راهگشا و مطمئن خواهد بود. حضرت علی علیه السلام شعر زیبایی دارد، میفرماید که ما فاتم مزا و ما سیأتی فعین قم فاغتنم الفرصة بین العدمین. میفرماید که ما فاتم مزا، آنچه که فوت کرد و از دست رفت، مزا گذشته است، حسرت گذشته رو نخون. و ما سیأتی فعین، آنچه که خواهد آمد کجاست؟ شما از کجا میدانید که خواهد آمد؟ درست ما برنامه ریزی میکنیم که چنین و چنان خواهد شد، برنامه ریزی کرده ایم که برای عید چه کنیم، کجا برویم، چه کارهایی را انجام دهیم، ولی نمیدانیم، هیچ کدام مطمئن نیستیم که آنچه که در نظر گرفته ایم به حتمیت و قطعیت وقوع خواهد یافت. هیچ کدام نمیتوانیم بگوییم که آنچه که برای 1 ساعت بعد خود مهیا کرده ایم او حتما اتفاق خواهد افتاد. ما فات مزا و ما سیأتی فعین قم، برپا خیز، قیام کن، فاغتنم الفرصة بین العدمین، اغتنام فرصت کن، فرصت ها رو غنیمت شمار بین 2 عدم، بین 2 هیچ، این وجود فعلی رو محترم شمار، بین 2 هیچ گذشته و هیچ آینده سعی کن حال رو دریابی. و این سخن البته بسیار بزرگی است. وقتی که انسان حال رو دریافت و در حال زندگی کرد، از حسرت گذشته بیرون آمد و آرزوی آینده رو برنهاد، آن وقت است که میتواند زندگی رو بچشد، درک کند، بفهمد و تمامی مسائلی که در ارتباط با حال او هست درک کند، بفهمد که آیا نوبت چه چیز است، نوبت چه چیز شده است. برای مولانا که این نوبت عاشقی است، نوبت وصل است، نوبت لقاست، حال او هم باید بداند که نوبت چیست و چه نوبتی برای او پروردگار عالم مهیا و معین فرموده است. نوبت وصل و لقاست، نوبت حشر و بقاست، نوبت لطف و عطاست، بحر صفا در صفاست. نوبت وصل همان وقتی است که بعد از هجران اتفاق می افتد و عرض کرده ایم که مولانا مانند خیلی از شاعران از هجران ناله نکرده است، همیشه در وصال بوده است، هرگز غمگین نبوده است، همیشه در شادی بوده است. او هیچ وقت آن غم و غصه ای رو که شاعران دیگر خورده اند هرگز نخورده است و همیشه در شادی غوطه‌ور بوده است، چرا که همیشه نوبت او و گاه او نوبت وصال و گاه لقا بوده است. بنابراین لزومی نداشته است که غمگین باشد، او جز شادی چیز دیگری ندارد. چرا نباید شاد باشد؟ وقتی که عاشقی در محضر معشوق باشد، چه شادی بالاتر از این؟ چه نیازی هست که دیگر او غمگین باشد و از غم بسراید؟ همه از شوق وصال و از ذوق عشق و محبت سخن خواهد گفت. نوبت وصل او در برابر نوبت هجران است. آن معشوق ازل و ابد
وصال رو به او هدیه کرده است و او رو به جانب خود کشانده است و وصل رو هدیه فرموده است به این بنده خود. نوبت وصل و لقاست. لقا در راجع به وصل قبلا بسیار سخن گفته ایم، تکرار نمی کنیم. راجع به لقا یا لقاء الله که یکی از مهمترین مسائل ما هست سخنی بگوییم. لقا یعنی ملاقات کردن، لقیه یعنی ملاقات کرد و ملاقات کردن البته مفاهیم خاصی دارد. ملاقات کردن اعم از دیدن است، یعنی انسان وقتی کسی رو ملاقات می کند، به ملاقات کسی می رود، آن شخص رو حتما می بیند و با او دمخور می شود و دمسازی می کند، با او همراهی می کند. مفهوم ملاقات این است. مفهوم لقا همان وصل است، رسیدن به خداوند است. حال یک عده آمده اند و در روایت های همه هست که کسی آمد پیش امام حضرت علی علیه السلام و عرض کرد که من در قرآن شک کرده ام. گفتند حضرت فرمود چه شکی کرده ای؟ گفت قرآن یک جا میگوید شما ملاقو ربهم، اینها ربشان را ملاقات خواهند کرد. یک بار هم فرمود که لا یدرک الابصار بل هو یدرک الابصار. یک جا فرمود که ملاقات میکنید پروردگارتان رو و انسانها رو به ملاقات رب میخواند. یک جا هم همین قرآن میفرماید که لا یدرک الابصار، چشمها و دیدگان او رو درک نمی کنن و در نمی یابند. و هو یدرک الابصار، در حالی که اوست که ابصار و بینایی ها و چشم ها را درک می کند. چشم ها او را نمی بینند ولی او چشم ها و دیدارها و بصیرت ها را می بیند. این چگونه هست؟ حضرت چون این شخص از عوام بود به او فرمود که این صحیح است، هر دو صحیح است. تو گمان برده ای که ملاقات جسمانی است و میخواهی که با چشم ظاهر خدای رو ببینی، که البته چون خداوند جسم نیست و حیز مکان و زمان نیست، از این جهت قابل رؤیت هم نیست و خداوند رو نمیتوان با چشم ظاهری دید، اما با چشم دل و با چشم درون البته میتوان دید. آن شخص عوام به این راضی شد، اما خود حضرت علی علیه السلام در جاهایی فرمود که انی لم اعبد ربا لم اره. حضرت علی علیه السلام که دائم در لقا و وصال حضرت حق بود میفرماید که انی لم اعبد، من هرگز عبودیت نمی کنم، ربا لم اره، ربی را که نبینم. و در جای دیگر حضرت تعجب می کند از کسانی که بدون اینکه خدای را ببینن عبودیت کنند، بدون اینکه خدای را دریافت بکنن و درک بکنن عبودیت کنند. این چگونه است؟ این عبودیت بر اساس وهم است، بر اساس گمان است. این عبودیت ارزشی ندارد. چرا عبودیت های ما عبودیت حقیقی نیست؟ به خاطر اینکه ندیده او را می پرستیم. چگونه می شود انسان چیزی را نبیند ولی در برابر او به سجده بیفتد؟ و در بحث خواص حضرت این رو گوشزد می‌فرماید که مراقب باشید. در سطح عوام این است که بگوییم که خب منظور از دیدن ظاهری نیست و دیدن باطنی نیست، اما در مورد خواص و خاص الخواص قصه عوض می شود. قصه چنین است که حضرت خود می فرماید من ربی را که نبینم عبودیت نمی کنم. پس علی که عبودیت می کرد و عالی ترین نوع عبودیت در وجود حضرتش جمع بوده است، بنابراین چه اتفاقی می افتد؟ معلوم است که مفهوم مخالف آن این است که حضرت خدای رو می دیده است. وقتی که می فرماید که من ربی را که نبینم عبودیت نمی کنم، پس یا باید عبودیت نکند و نبیند، ولی اگر عبودیت می کند مفهوم مخالفش از نظر منطقی این است که خدا را ببیند.
و حقیقتا هم چنین است در افراد عظیم و در انسانهای بسیار والا چنین است که اینها خدای رو میبینند، با همه وجودشان میبینند. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. ناظره اولی با زاد است، ناظره دومی با زا هست. یعنی وجوه یومئذ ناظره، قرآن میفرماید چهره هایی در آن روز ناظر است، شادان است، شادمان است. الی ربها ناظره، به سوی ربش نظر می کند. و نظر هم اگر بگوییم همان دیدن است، همان نگاه است، اما حتی با دیدن بصر هم فرق می کند. نظر با بصر خیلی فرق می کند. بصر یعنی چه؟ یک بار هست ما یک چیزی رو ظاهراً از روی ظاهر ببینیم، این یک قصه هست که ممکن است به بصر تعبیر شود یا نشود. اگر عمق یک چیزی را درک کنیم، اینجا دیگر به بصر تعبیر می شود و از عین برمی آید و به بصر و بصیرت نزدیک می شود. چیزهایی که مادی نیستن آنها رو ما بصیریم و با بصرمون و با چشممان آنها رو ملاحظه می کنیم. اما اگر فراتر برویم به حالت نظر می رسیم. نظر کردن یعنی برانداز کردن، تمامی خصوصیات معشوق و محبوب رو بررسی کردن. یعنی چنان است که آن یار با تمام قامت خود در برابر این شخص ایستاده است و تجلی می کند و او می تواند هر لحظه نظر کند. گاهی نظر بر رخسارش، گاهی نظر بر زلفش، گاهی نظر بر اسماعش، گاهی نظر بر صفاتش، گاهی نظر به سایر تجلیاتش. آنجا هم قرآن فرمود که الی ربها ناظره. قرآن هم اهل تعارف نیست، قرآن تعارف نمی کند. قرآن چنین نیست که بعضی ها گفتند که بعد نگاه می کند داخل پرانتز مترجمین بنویسند که بعد منظور به چشم دل نگاه می کند. خب اگر چنین بود قرآن می فرمود ناظرتون مثلا به عین القلب. چرا ناظره رو مطلق فرمود؟ الی ربها ناظره چرا مطلق فرمود؟ اگر مطلق فرمود ما چه حقی داریم که قرآن رو از اطلاقش در بیاوریم و مقید کنیم با افکار ناقص و وامانده خودمان، با افکاری که نمیدانیم بیاییم اطلاقات قرآن رو تقیید کنیم یا عموم قرآن رو تخصیص بزنیم. تخصیص عموم قرآن به واسطه دلایل کافی باید باشد و غیر از آن مقبول نیست. این لقاء الله همان است، یعنی انسان‌ها به ملاقات خدا برسند. منتها شرط اول لقاء الله این است که انسان از لقای نفس و از لقای خویش بیرون بیاید، از وجود خود بیرون بیاید، آن منیت و انیت و انانیت خود رو فرو نهد، از خویشتن بگذرد تا به او برسد، از جسم خود، از روح خود، از جان خود هم حتی باید بگذرد، از همه چیز خود بگذرد. حتی گفتن بایستی از نظر توحیدی هم بگذرد، چرا که نظر توحید انسان، نظر وحدت، نسبت وحدت دادن به خداوند از جانب انسان، حتی از آن هم باید بگذرد. توحیدی از سوی انسان مگر اینکه توحید حقیقی رو تحت شعاع قرار دهد. هیچ توحیدی نیست مگر اینکه به شوائب مختلف آلوده خواهد شد. چرا که من چگونه میتوانم وقتی خود در کسرات غوطه‌ور هستم وحدانیت خداوند گواهی بدهم و این جسم من، این ذهن من، این ذهن خاص من چگونه میتواند آن عظمت رو درک کند؟ حقیقتا ممکن نخواهد بود و حقیقت توحید و حقیقت اخلاص هم ممکن نخواهد بود. حقیقت توحید آن وقت ممکن است که انسان از توحید خود دست بردارد. حقیقت توحید آن وقت ممکن است که از اینکه خود نسبت دهد چیزی را به خدا دست بردارد و خود رو در میان نبیند و هرچه میبیند
او باشد و جز خداوند به هیچ چیزی توجه نکند، خود رو فانی در وجود خداوند کند، در آن صورت است که آن توحید و آن وحدت حقیقی شکل و حالت صحیحی پیدا خواهد کرد. در نهج البلاغه هست بسیار حضرت علی فراوان فرموده است که حتی این در مقامات اخلاص برای اینکه انسان خالص بکند، حتی از نسبت دادن هر چیزی خداوند، دادن عدل به خداوند، از نسبت دادن همه چیزهای خوب به خداوند هم دوری کند. چرا که همین نسبت دادن خود نشان آن است که این کثرت است و از این کثرت ها، از همه این کثرت ها باید رها شد و به یک وحدت کلیه مطلقه رسید. لقاء الله همان است که رساله های فراوانی علما نوشتن راجع به لقاء الله و مهمترین بحث عرفان هم همین است. مهمترین بحث و غایت القصوای تمامی مکاتب عرفانی در جهان همین است، همین لقاء ملاقات خداوند، در حالی که آنجا اهل بصر باشد و فراتر از آن اهل نظر باشد و بتواند الی ربها ناظره باشد. البته آنجا دیگر من سخن نمیگویم که چرا نفرمود الی الله ناظره، فرمود الی ربها ناظره. رب در آنجا از صفات خداونده، یعنی او نظرش بر صفات میتواند باشد، نظر بر ذات ممکن نخواهد بود. و این که رب رو به عنوان نمونه فرمود از آن جهت است که رب از صفات است و از تجلیات صفاتیه حق تعالی است. از آن جهت است که وقتی در تجلی ذاتی آمد دیگر نظر هم از بین می رود. انسان وقتی در اسماء و صفات و در تجلیات اسمائیه و صفاتیه غرق می شود، یکی هست که ناظر است و دیگری هست که منظور است. یکی هست که می بیند، یکی دیگر هست که دیده می شود. یکی هست که لاقی است و یکی هست که متلاقی است. یکی به ملاقات می رود، دیگری ملاقات رو می پذیرد. دیدید اصلا لاقی و متلاقی استفاده نشده است. چرا استفاده نشده؟ اساسا در عرفان لاقی و متلاقی استفاده نشده است. این دو کلمه استفاده نشدند. چرا نشده است؟ علت این که در ملاقات دیگر دوئیت وجود ندارد، اثنینیت وجود ندارد، دوگانگی وجود ندارد، یک بیننده یک دیده شده وجود ندارد، یک ناظر یک منظور وجود ندارد، یک عاشق یک معشوق وجود ندارد، یک محب یک محبوب وجود ندارد. همه یکی می شود. وقتی که همه چیز یکی شد فقط یک چیز هست، آن هم لقا هست، آن هم ملاقات هست. دیگر ربی نیست، دیگر عبدی نیست، دیگر هیچ چیز دیگری جایگزین آن نیست. بینی و بینک انی ینازعنی فرفع بلطفک انی من البینی. از حلاج است این شعر زیبا. حسین منصور حلاج، آن شوریده راه حضرت عشق، میگوید که بینی و بینک انی ینازعنی، بین من و بین تو یک چیز منازعه میکند، یک چیز هست. آن چیز آن انی من هست، انیت من است، همانا من هستم، انانیت من است. بین من و تو یک حاجب است، یک حجاب است، آن هم خود من هستم. فرفع به لطفک انی من البینی، به لطف خود این انیت مرا از بین ببر و مرا بیواسطه بیواسطه در حضور خود قرار بده. بینی و بینک انی ینازعنی فرفع به لطفک انی من البینی. بین من و بین تو انی ینازعنی، این نزاعی که به وجود آمده است
توسط انه هست، توسط انی، توسط من. انی هم چرا نمیگوید انا؟ چون ما خیلی دوست داریم خودمان را اثبات کنیم. انه یعنی به راستی، به درستی، حتما. این حتمیت رو ما خیلی دوست داریم که ابراز کنیم. ما خیلی دوست داریم من رو ابراز کنیم، من رو به همه نشان دهیم. من چنین هستم، من مثلا باسوادم، من مهندسم، من دکترم، من ثروتمندم، من انسان خوبی هستم، من انسان خیلی خیری هستم، من انسان بزرگی هستم. همه این منها به هر حال برای اینکه انسان اثبات کند، این منیت ها و منها را انسان دوست می‌دارد که اثبات کند و حتی چیزهای دیگر رو به خودش نسبت می‌دهد، آن هم برای اثبات خودش است. یک بار به خود میگوید که من چنین هستم، من چنان هستم. یک بار میگوید که دختر من چنان است، پسر من چنان است، دوست من چنان است. دوستی با او سخن میگوید، به دوستش که نمیگه میدانی این کیست؟ این فلان کس است، این آدم به این مهمی است. میخواهد چه بگوید؟ میخواهد بگوید من آدم مهمی هستم که این آدم با من دارد سخن میگوید. حتی وقتی که خود رو انسان منیت ها رو بر مبنای وجود خود، نه اینکه دروغ بگوید، راستش را میگوید، اما همین راست گفتن هم اثبات منیت اوست و پس از آن چیزهای دیگر رو به خود نسبت میدهد، اشیا رو به خود نسبت میدهد. خانه من، اتومبیل من، پول من، جواهرات من، طلاهای من، اینها رو به خود نسبت میدهد. بعد از آن از اینها که گذشت، حیوانات خودش رو به خودش نسبت میدهد. گل من، شمعدانی من، همه اینها رو باز به خودش نسبت میدهد. جمادات، نباتات، حیوانات رو به خودش نسبت میدهد و بعد انسانهای دیگر رو نسبت، دوست من، همکار من، بعد همه رو پسر من، دختر من، مادر من، پدر من، همینها رو به خود نسبت میدهد. اینها برای چیز؟ اینها برای این است که این من رو ثابت کند و این من یک من ذهنی رو در انسان به وجود می آورد. این من یک عینیتی دارد، این یک ذهنیتی رو به وجود می آید که این من ذهنی همواره مانند خوره در وجود انسان هست و همواره از درون او رو می خورد و خالی می کند. این منهای ذهنی است که انسان می بایست از آنها دور شود و از آنها رها شود. نوبت وصل و لقاست. در وصل دیگر غیری وجود ندارد. در لقا مهمترین چیزش این است که لقا دو طرف ندارد، ملاقی و متلاقی وجود ندارد، یکیست. وقتی که لقا اتفاق افتاد دیگر این دو با هم یکی خواهند شد، دیگر فاصله ای و واسطه ای در این میان وجود ندارد. نوبت وصل و لقاست، نوبت حشر و بقاست. حشر میدانیم که حشر به معنای جمع کردن است و نشر به معنای پراکندن است. حشر و نشری که گفتند این از اعتقادات ما هست. یک عده معتقدند، یک عده معتقد نیستند و در این مسئله اشخاص گویا 5 دسته شده اند. یک عده معتقدند که این حشر وجود دارد ولی این حشر فقط جسمانی است، یعنی همه محشور خواهند شد اما در جسمانیات و دیگر حشر دیگری وجود ندارد. اینها دیده اند و منسوب به برخی از افراد است و میگویند که انسان وقتی که مرد و در خاک رفت، اجزای او جزء خاک می شود، می پوسد و به هر حال همه آنها جذب خاک می شود و عناصر او تغییر حالت می دهند و او می میرد. این حشر وجود دارد، اما معتقد به حشر جسمانی هستند و فقط معتقدند که معاد یا حشر همان فقط جسمانی است. عده‌ای معتقدند حشر فقط روحانی است، یعنی
میگویند که این جسم ها محشور نخواهند شد، بلکه روح ها هستند که آن نفوس کلیه و نفس ها هستند که اینها محشور خواهند شد و مورد حشر واقع خواهند شد. اینها خواهند آمد و با جسم کاری ندارند، بلکه روح ها هستند که یک جا جمع خواهند شد تا اینکه لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این نظریه اکثر فلاسفه هست، فلاسفه متعله، که اینها رو نپذیرفتن. در برابر یک عده میگویند که هم حشر جسمانی وجود خواهد داشت و هم حشر روحانی. غالب صوفیه، غالب عرفا و اکثریت قریب به اتفاق عرفا به این اعتقاد دارند و معتقدند که حشر وجود دارد، هم جسمانی و هم روحانی. و البته اینها عقیده دیگری هم دارند، آن هم این است که حشر در این دنیا هم اتفاق می‌افتد، در آن دنیا هم اتفاق می‌افتد. عده‌ای حشر رو فقط منحصر کردن به آن دنیا، ولی عرفا میگویند حشر در این دنیا هم اتفاق می‌افتد، که مولانا میگه نوبت حشر رو بقاست. منظور همان است، یعنی از کسانی است که معتقد است، از قاطبه عرفایی است که معتقدند حشر همیشه وجود دارد، معتقدند که همیشه حشر اتفاق می‌افتد، همیشه اجزای بدن انسان در حال جمع شدن است و همه اینها اتفاق می‌افتد. و همان بحث مشهور خلق مدام رو معتقدند که همه حشر می‌شوند، دوباره نشر می‌شود. ما هر لحظه در حال حشر و نشریم، هر روز قیامت ماست، هر روز معاد ماست و چنین نیست که ما بنشینیم و برای یک زمانی که نمیدانیم کی هست، فقط بر مبنای اندیشه های دینی آن را پذیرفته ایم، منتظر معاد باشیم. آنها میگویند که همیشه در معادیم، شما هر لحظه در معاد هستید، همیشه در حشر هستید، همیشه در نشر هستید، همیشه در حال جمع شدن و انتشار و فراهم شدن هستید و همیشه در حال پخش شدن و جدا شدن هستید. اما اینها رو درک نمی کنیم. مانند آن علما آن لامپ رو مثال میزنن، این لامپ هایی که غیر از این لامپ هایی که مثلا با ماده تنگستن و اینها استفاده میکردن، لامپ های قدیمی در جریان متناوب میگوین که اینها مثلا در هر ثانیه 50 بار روشن و خاموش میشود، ولی 50 بار مونده به این ولتاژ برق منطقه برق آن کشور ممکن است مثلا در جاهای دیگر 60 بار 65 بار مثلا روشن و خاموش میشود. در ایران ما 45 بار الی 50 بار در ثانیه این چراغ‌های که حباب‌ها روشن و خاموش میشوند، ولی ما هیچ کدام را درک نمی‌کنیم. ما گمان می‌بریم که همیشه این روشن است. گفتند خلق مدام هم همچنین است، چون این چیزی است، یعنی این که ما مشاهده نمی کنیم. ما هر لحظه می میریم و دوباره زنده می شویم، هر لحظه ما می میریم و دوباره یک زندگی ما رو در بر می گیرد. هر لحظه خدا به ما نیروی افاضه می فرماید. در این جهان همچنین است، کل این جهان هم هر لحظه می میرد و دوباره نیروی از طرف خداوند افاضه می شود و زنده می شود و دوباره می میرد و دوباره زنده می شود. اما این مردن و زنده شدن، این معاد، این حشر و نشر و این از خود رفتن و به خود باز آمدن آنقدر سریع اتفاق می افتد که ما از استمرار حیات رو نتیجه می گیریم. همچنان که ما تا ندانیم از لحاظ علمی که این لامپ 50 بار روشن و خاموش شد در یک ثانیه، هیچ وقت او رو درک نخواهیم کرد، چرا که همیشه او رو روشن می‌بینیم. اما اگر حالت بهتری داشته باشد می‌توانیم این رو درک بکنیم. شبیه همان قصه است که در فریم‌های عکاسی و فیلم برداری وجود دارد که یک دفعه 24 فریم در ثانیه از جلوی چشم ما می‌رود و ما تصور می‌کنیم که اینها عکس‌هایی هستند، ولی از بس سریع اتفاق می‌افتد ما تصور حرکت رو
انیمیت رو میکنیم از اینها، فکر میکنیم اینها دارن حرکت میکنن، در حالی که هر کدام از اینها یک عکس ثابتن که وقتی به استمرار و با سرعت از جلوی یه دوربین یا از مرآی ما عبور میکنن متحرک به نظر میرسن. قصه زندگی هم چنین است. بنابراین هر لحظه حشر است، هر لحظه نشر است. لازم نیست که ما صبر کنیم تا بدانیم که چنین است. البته غیر از این حشر و نشر، من مات قامت قیامت، و پیغمبر فرمود هر کس که مرد قیامت او هم برپا می شود. یعنی وقتی که انسان مرد و از این دنیا ظاهرا رفت، باز هم قیامت او وجود دارد و قیامت او اتفاق خواهد افتاد. بنابراین این حشر هم وجود دارد. این حشر هم توسط خداوند و توسط معشوق مطلق است. دو گروه دیگر هم عده‌ای هستند که هیچ نمیپذیرند، عده‌ای هستند که نه حشر و نه نشر رو نمیپذیرند. اینها مادیون و طبیعیون هستند که معتقدند حشر و نشری نیست، قیامتی نیست، همین که انسان در اینجا مرد دیگر کارش تمام است و راه به جایی نمیبرد. یک عده هم اهل توقف هستند که نمیدانند، گفتن که ما نمیدانیم. از جمله از مشهورترین هاش جالینوس هست که میگوید که آن طبیب یونانی میگوید که من نمیدانم که بعد از اینکه مردیم آیا دوباره زنده خواهیم شد یا زنده نخواهیم شد. من این رو نمیدانم، متوقف شده است. و مولانا تعریضاتی به این جالینوس دارد و او هم سخن شگفتی دارد که من آن زمان قبول میکنم که خواهم مرد و زنده خواهم شد که از عضو اسفل حیوان خود رو ببینم که دارن به بیرون نگاه میکنن. مولانا در آنجا آمده است و در مثنوی آمده و جالینوس رو با این سوالش و با این فکرش زیر سوال برده و میگوید این چگونه نمیفهمد و دلایلی رو اقامه کرده در مثنوی که اگر خواستید به آن مراجعه بفرمایید. نهایتاً این است که ما هم به حشر و نشر لحظه‌ای، هم به حشر و نشر بعد از مرگ و هم به حشر و نشر اساسی که وجود دارد قائل هستیم و هم به روحانی و هم به جسمانی. عده‌ای گفتن ملا صدرای شیرازی به حشر و نشر جسمانی اعتقادی ندارد. دلیلش هم این است که اینها واقعا مشکل پیدا کردن، شبهاتی مطرح کردن. از جمله از این شبهات شبهه آکل و معکول است که شبهه آکل و معکول که از قدیم ها مطرح کرده اند، ابن سینا، فارابی و دیگران مطرح کرده اند و حتی ارسطو مطرح کرده است به شکل خیلی ناقص. مهمترینش این شبهه رو ابن سینا مطرح کرد. شبهه آکل و معکول میگوید که اینا تصور کردند که وقتی که انسان میمیرد خداوند همان بلا قادرین علی ان نسوی بنانه که قرآن فرمود، قرآن میگوید که آن شخص آمد و قال من یحیی العظام فهی رمیم. یک کسی آمد نزد خدا پیامبر، یک استخوانی رو در دستش گرفته بود و داشت این رو خورد میکرد. آمد پیش پیغمبر گفت که من یحیی العظام فهی رمیم. چه کسی این استخوان‌های مرده رو که داره دستش خوردش میکنه؟ ای رسول، ای پیغمبر، چه کسی اینها رو دوباره زنده میکند؟ به نظرش خیلی بعید میآمد. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. بگو او را احیا میکند آن کسی که اول بار آفرید این رو. چه استدلال زیبایی است. آیا برای بار اول ابداع یک چیز برای بار اول سخت است یا برای بار چندم؟ وقتی برای بار چندم الگوهایی وجود دارد البته میتوان به دست آورد. گفت تو که بعید میدانی او که از هیچ اینها رو به وجود آورد چگونه نمیتواند از حالات فعلی او که الگوهایی هم در دست است دوباره مشابه او رو بسازد. عده‌ای گمان بردند که خداوند همان اجسام رو که بوده است و بدن او رو تشکیل میداده است، همان اجسام رو و همان ذره ها رو جمع میکنه و دوباره یک انسان به شکل خاص میسازه. اینها با این اشتباه شبهه آکل و معکول رو مطرح کردن. میگه خب آیا شیرها هم مثلا محشور میشوند؟ بله. اگر شیری آمد نصف بدن
انسانی را خورد. یک گراز هم آمد یک پایش را خورد، یکی هم یک پای دیگرش را خورد. خب حالا وقتی این در قیامت میخواهد محشور شود، به چه شکلی؟ به شکل شیر، گراز، گرگ مثلا محشور خواهد شد؟ چگونه خواهد بود؟ شبهه عاقل و معقول. میگه این ذرات رفته در بدن او، جزو ذرات بدن شیر شده است، جزو ذرات بدن او شده است و مختلف بوده است و این رو به عنوان شبهه اعلام کردند. اما خب در روزگار ما، در روزگار فعلی، با پیشرفت‌های فراوانی که علم کرده است، دیگر اینها افسانه‌ای بیشتر به نظر نمیاد و اینکه ما همان جسم رو که داریم همان جسم ما نیست و پزشکان و علمای زیستشناسی برای هر عضوی زمانی و بازه زمانی رو در نظر گرفتن. مثلا میگن قلب 4 ماه و نیم طول میکشد تا اینکه کلا عوض شود، یعنی کل سلولهایش عوض میشود و به جای آن سلولهای جدید میروید و سلولهای قدیمی که بود دفع می شود با فضولات انسان، با عرق انسان، با هر چیزی که بوده باشد، از پوست انسان، از مجاری انسان، از مخاطهای بینی و دهان و قسمت‌های دیگر بدن خارج می شود. بنابراین ما هر 4 ماه و نیم مثلا هر 4 ماه و نیم قلب ما عوض می شود. چون این نیست که ما همان قلب قبلی رو داشته باشیم. یک نفر که 45 سالش هست، ببینید چقدر قلبش عوض شده است و همچنان دیگران. کلیه انسان 3 ماه و نیم مثلا عوض می شود. خب نمی شود گفت که این چنین نیست. بیشترین حالتی که دارد نورون‌های عصبی هستند که گفتند 7 سال طول می کشد تا این نورون‌ها جایگزین شود و اینها قطعی ترین جایگزین ها هستند در بدن انسان. خب یعنی انسان هر 7 سال یک بار کلاً ریفرش می شود، کلاً عوض می شود و نسبت به نورون ها، نسبت به سایر اجزای بدن او متفاوت خواهد بود و فرق خواهد کرد. بنابراین این که ما بگوییم که خب این اجزا کجا می رود و چگونه می شود، آیاتی هم در قرآن هست که در مورد جهنم می فرماید که اگر اگر پوست های ایشان از بین رفت، خداوند پوست‌های جدیدی بر آن می‌رویاند. یا جایی می‌فرماید در قرآن که اگر از بین رفت بافتی از بافت‌های بدن انسان از بین رفت، خداوند جای آن را می‌گیرد و دوباره او را عوض می‌کند. بنابراین این امری بدیهی است که خداوند می‌تواند آن شاکره را حفظ کند و بعد دوباره یک جسم دیگری برای او بیافریند. البته شاید آن جسم دیگر آن جسم کثیف فعلی نباشد، آن جسم ضخیم و متراکم امروزی نباشد، جسمی باشد سیال، جسمی باشد لطیف، جسم مثالی باشد، اجسام لطیف که شایسته مثلا بهشت و جهنم اینها باشد و اتفاقا این جسم ملکوتی باشد، نه همین جسم زمینی که به این شکل است و امثال ملا صدرا رو به شبهه وادار کرده است. نه، انسان هم معاد جسمانی دارد، هم معاد روحانی دارد و خداوند میتواند همینها رو کما اول مره خداوند آفرید، میتواند اینها رو دوباره بیافریند و هیچ برای خداوند این کارها سخت نیست. نوبت وصل و لقاست، نوبت حشر و بقاست، نوبت لطف و عطاست. وقت لطف و عطا و بخشش خداوند است. راجع به لطف هم که مسئله مهم است. لطف به شیخ طوسی، آن عارف بزرگ و عالم بزرگ، میگوید که دانشمند بزرگ ایرانی میگوید که اساس جهان بر لطف است و خداوند چون لطیف است، استدلالش همین است که میگوید اساس جهان بر لطف بنا نهاده شده است. این که خداوند نبی رو میفرستد، این لطف خداوند است که نبی رو میفرستد ما رو هدایت کند. این که امام رو میفرستد، اصلا برای اثبات امامت میگوید که اون لطف است، وجود الامام لطفون. بنابراین چون وجود امام لطف است و خداوند لطیف است و بسیار لطف کننده است، او آمده است و
لطف کرده و امامان اثنا عشر رو برای ما مقرر کرده است ما تابع آنها باشیم. این نشان از لطف خداوند دارد و البته امر مهمی هست. بحر صفا در صفاست. صفا هم یعنی صافی شدن، پاک شدن. راجع به اینها سخن گفته ایم قبلا. صفا یعنی این که مصفا باشد، پاک باشد. صفا و صفی هر دو به معنای پاکیزه شدن است. تصوف هم یعنی از پاکیزه شدن و انسان پاک باشد از همه شائبه های غیر الهی، از همه چیز دور باشد و فقط صوفی صافی دل باشد، دل رو صاف کند برای خداوند، هیچ چیزی در دلش جز یاد خدا نباشد، در ضمیرش، در همه حضورش چیزی غیر خداوند حضور نداشته باشد. این بحر صفا در صفا هست. صفا خود که خیلی عالی است، خیلی پاک است. این وقتی صفا در صفا شد و صفا اضافه شد بر صفای دیگر قضیه خیلی زیباتر شد. این بحر در بحر است، این دریا به دریا هست، دریاهای صفا در دریاهای دیگر غوطه می‌خورد و همچنان به پیش می‌رود. و اساساً جهان صفا هست، جهان پاکی و درستی است. اکنون که این جهان به واسطه اعمال ما انسان‌ها از صفا دور شده است، میبایست دوباره به همان حالت برگردد و رجوع کند به همان صفای اولیه و صفای باطن. دل ما وقتی که کودک بودیم صاف بود، پاک بود، بعداً شوائبی به او اضافه شد، بعضاً حسد و کینه و حقد و خیلی چیزهای دیگر آمد، دروغ گفتیم، به دیگران تهمت زدیم، دیگران رو ناراحت کردیم. این دل ما رو از آن صفوت و صفای خاص خالی کرد و دوباره میبایست انسان بخواهد به پیش خدا برود، باید این دل رو صاف کند، چون که نزد خداوند دلی که صاف نباشد هیچ جایگاهی ندارد و جز دل صاف در آنجا هیچ چیز دیگری رو نمیخرند. درج عطا شد پدید، غره دریا رسید، صبح سعادت دمید، صبح چه نور خداست. درج امان در حقیقت جعبه مانندی است که قرار صندوقچه کوچکی است که زنان و دختران طلاها و جواهرات خود را در آن می نهادند. از درج به این معنی است و در آن صندوقچه معمولا چیزهای گرانبها بوده است. میگه درج عطا شد پدید. خب انسان از یک کسی امید بخشش و عطا داشته باشد، بعد وقتی که آمد و خواست که به عطا برسد، در آنجا ببیند که آن صاحب عطا درجی و جعبه‌ای و صندوقچه‌ای را آورد، خیلی امیدوار می شود که اکنون از آن چه به من خواهد داد و با اینکه شاید خود رو مستحق آن نداند، مستحق آن انعام نداند، اما دوست دارد ببیند که چه هست. درج عطا شد پدید، غره دریا رسید، صبح سعادت دمید، صبح چه نور خداست. غره هم غره خوانده شده، هم غره، هم غره. غره همان از غره یغره هست، یعنی فریفتن. میگم فلان کس مغرور است، یعنی فریفته است، یعنی خیلی لفظ زیبایی است، یعنی او خودش رو فریب میده. کسی که مغرور است اول خود رو فریب داده است. چرا؟ به خاطر اینکه خود رو فریب میدهد و خود رو آدم بزرگی میداند در حالی که آدم بزرگی نیست. غار، مغرور، کسی در معامله کسی رو مغبون کند و سر کسی کلاه بگذارد، میگن او مغرور است، یعنی فریفته است. و غرور و معامله غرری همان است که گفتن. معامله غرری آن معامله است که بایستی منفسخ شود و باطل است و اگر غرر آن ثابت شود آن معامله صحیح نیست و باید ابطال شود. یک غره هست، غره یعنی باز مغرور شدن، اما وجه تکبر این بیشتر است. غره یعنی در حقیقت مفتون شدن و فریفته شده. غره یک مقدار مفهوم
فریفته شدن وجود دارد، اما یک مقدار به تکبر و منیت و انانیت شبیه تر است. به آن هم میگن غره. غره اما در اصل به سفیدی که در پیشانی اسب باشد او رو غره گفتن به اندازه 1 درم، مثلا خیلی کوچک، به اندازه به قطر مثلا 1 سانتیمتر 1.5 سانتیمتر نهایتاً سفیدی که وجود دارد به آن میگویند. اون سفیدی رو نجم میگویند در عربی. نجم همان ستاره، این که در فارسی هم میگیم ستاره پیشانی و اینها رو هم میگوییم، این هم از عربی گرفته شده است، چون که اعراب وقتی که یک نقطه کوچک در حقیقت به اندازه درهم در جبهه و جبین اسب باشد، در پیشانی اسب باشد، به آن قسمت با اینکه غره هست اما غرده‌ای که نجم است میگویند. بعد حرکت کرد، الفاظ دیگری به او اضافه میکنند و حدود 7-8 اصطلاح دارند که هر چقدر که بزرگتر میشود این سفیدی 7-8 اصطلاح خاص به کار میبرند که ما در اینجا به کار نمیآید که اینجا بگوییم و بحث کنیم، فرصت هم نداریم. این که غره به یک چیزی هم غره میگویند. قدیم ها که این مشک ها رو می آوردند و در آب قرار می دادن، با دست اینها رو آب رو به سمت او هدایت میکردند تا اینکه آن پر شود. به این هم غره میگفتند، یعنی این که انسان با دستش آبهایی رو بفرستد تا مشکی پر شود. و یا هر چیز سفیدی که از یک جایی بیاید به آن هم غره میگویند. به ماهای اول ماهای قمری هم غره میگویند. غره در برابر سلخ، از سلخ به غره آید و از غره به سلخ، که شعر مشهور هست منسوب به جناب خیام که همین است، غره و سلخ. غره یعنی آغاز و پیدایش آن ماه، هلال ماه رو بهش غره هم میگویند. معمولا چون در جای که خیلی مشخص نیست یک سپیدی آغاز شود، آغاز سپیدی رو ما میتوانیم بگوییم که به غره مشهور شده. اینجا غره دریا رو اگر دیده باشیم میدانیم که دریا قبلا کفهای سفید میرسد که مژده میدهد و نوید میدهد که دریا دارد به سوی ما حرکت میکنه. درج عطا شد پدید، غره دریا رسید. یا اینکه بگیم آن گنجهایی که در دریا بود، آن گنجها رسیده است، که این با اصل موضوع هماهنگی بیشتری دارد. درج عطا شد پدید، غره دریا رسید، صبح سعادت دمید، صبح چه نور خداست. این صبح سعادت است، اما بعدا میگوید صبح نیست، که این نور خداست. این صبح سعادت نیست، این نور خداست که میدمند. صورت و تصویر کیست؟ این شه و این میر کیست؟ این خرد پیر کیست؟ این همه روپوش هاست. خب میگوید این صورت و تصویر کیست؟ آنچه که من در ملاقات میبینم این صورت کیست؟ معلومه او صورت هم میبیند، تصویر هم میبیند. فرق صورت و تصویر چیست؟ صورت آن است که دیده می شود، تصویر آن صورتی است که ساخته می شود، آن صورتی است که به وجود می آورد. شخصی آن صورت رو در ذهن خود، در وجود ذهنی خود می سازد. این شه و این میر کیست؟ این شاه و این امیر، این پادشاه عالم کیست؟ خب معلوم است که به لقاء خداوند رسیده است. این خرد پیر کیست؟ این همه روپوش هاست. میگه این خرد پیر چیست؟ کیست؟ خیلی جالبه. اولا این خرد رو به کیست گفته. ما میگیم عقل به چیستی میگوییم، این به کیستی میگوید. این خیلی جالبه، چون که خرد رو واقعا یک شخصی در نظر میگیره که وجود داره. این خرد پیر کیست؟ این همه روپوش هاست. راجع به روپوش چند جلسه قبل مفصل سخن گفتیم که مولانا معتقد است که همه چیز روپوش اوست. همه روپوش یعنی چه؟ هر چه که در جهان است روپوش حضرت حق تعالی است، یعنی روی او را میپوشاند، پوشاننده روی حضرت محبوب است. چرا؟
چون نبایستی هر کسی آن روی محبوب رو ببیند، هر کسی لیاقت دیدار آن معشوق رو ندارد. از آن جهت هست که او همیشه روی پوشیده است. و از جهت دیگر هم هست برای غافلان که قرار نیست دیده شود، برای آنهایی که مطلعین، برای واصلان هم خدا روپوش دارد. چرا روپوش دارد؟ گفتن که اگر خداوند تجلی کند آنقدر زیبا هست خداوند که طیر و وحش و حیوان و نبات و از جمله انسان همه به یک لحظه دیدار او از خود بی خود می شوند و جان به جان آفرین تسلیم می کنند، جان می دهند و طاقت دیدار آن همه زیبایی رو در یک وجود، در یک نظره و در یک نظاره ندارند. از آن جهت است که خداوند همیشه با روپوش به سراغ ما می آید. خداوند هرگز بدون روپوش با ما سخن نمیگوید. خود پیامبران را فرستاده است به خاطر اینکه واسطه باشند بین ما و ایشان. آن روز یکی میگفت که انسان باید بدون واسطه با خداوند سخن بگوید. گفتم این سخن خیلی سخن غلطی است. اگر بنابر این بود که ما بدون واسطه با خدا سخن بگوییم، این همه پیغمبر رو خدا چرا میفرستاد؟ خود او این فرستادن این پیامبران رو بر این نشانه قرار داده است که من با شما با واسطه سخن میگویم، به واسطه اولیا سخن میگویم، شما هم میتوانید با من به واسطه اولیا سخن بگویید. نه اینکه راه منحصر همین است، اما بهترین راه و گزیده ترین راه این است که انسان به واسطه اولیای الهی، با امامان، با اوصیای الهی، با انبیا، به واسطه اینها با خدا سخن بگوید، چون خود خدا با واسطه سخن گفته است. خداوند هیچ کدام از ما مستقیم سخنی نگفته است، بلکه با واسطه هایی که خود حالا 124,000 نفر حداقل هستند که با اینها و اولیای الهی و امامان و سایرین. بنابراین روش و مبنای خداوند هم سخن با ما از طریق واسطه است. چگونه هست یک عده آمده اند و توسل ما به انبیا و اولیا و اوصیا رو بد میشمارند؟ اینها از بدفهمی است، اینها از کجفهمی است، اینها از آن است که به اصل مطلب اشراف ندارن. میگوین آقا فقط از یک خدا بخواه، این همه مثلا واسطه ها شرک است و کفر است و اتفاقا اگر خداوند اینها رو شرک بداند، خود چرا 124,000 نفر شریک برای خود فرستاده است تا از زبان او با ما سخن بگویند؟ چرا آنها را فرستاده است تا آنها سخن خدا را به ما برسانند؟ چه میشد اگر خود با ما مستقیم سخن میگفت؟ راه این است، نمیشود، ما نمیتوانیم مستقیم با او باشیم، چون که تفاوت راه بسیار فراوان است. از آن جهت است که او با روپوش با ما سخن میگوید. صورت و تصویر کیست؟ همه این صورتهای زیبایی که وجود دارد همه روپوش آن خداوند است. این شه و این میر کیست؟ این خرد پیر کیست؟ این همه روپوش ها، همه اینها روپوشه. حالا خرد پیر، خرد که خود مولانا برای خرد خیلی ارزشی قائل نیست و حال میگه خرد پیر، خرد لااقل اگه خرد هم انسان بپذیرد خوب است خرد پیر را بپذیرد، نه خرد جوان، چون آن بخت جوان، بخت اگر جوان باشد خوب است، اما خرد هرچه پیر باشد آنقدر بهتر است، چون که خرد بایستی پیر باشد که به اصول خرد ورزی و اندیشه ورزی آشنا باشد. یک نکته هم که هست اینجا و دوست عزیزمان قبل از جلسه فرمودن که این خرد پیر، این رو ما خرد رو هم در ذهن ما تداعی می کند. آیا چنین است یا چنین نیست؟ من عرض کردم این اصلا اصله در نظر مولانا که اینجا خرد پیر گفته، منظورش به خرد و پیر هم بوده است. خرد و کلان میگوین، کوچک و بزرگ، منظورش به این هم بوده است. شما ببینید در جاهای دیگر هم چنین اتفاقی افتاده است. این که این صورت و تصویر، خرد پیر و روپوش ها، راجع به همه اینها، این مباحثی که دارد به مباحث دیگر هم نظر دارد. غره دریا یا غره دریا، این غره دریا رو نظر دارد به این که چیز دیگری راجع به
حشر سخن گفته است، راجع به درج و پدید آمدن سخن گفته است، راجع به بحر عطا سخن گفته است، بحر صفا سخن گفته است. همه اینها از لحاظ تداعی معانی و نظام تداعی معانی عجیب مولانا بسیار معنیدار است. نظام تداعی معانی مولانا بسیار مسئله مهمی است. راجع به این میبایست چندین جلسه سخن بگوییم و با شواهد این رو اثبات کنیم که مولانا از بس انسان بزرگی است. از بس میگویند هر انسانی به اندازه کلماتی که به کار میبرد علم دارد. انسان‌ها به اندازه کلماتی که به کار میبرند عالمند. مثلا حساب کردن میگویند یک کارگر معدن در شیلی مثلا در عمر خود از 650 واژگان بیشتر استفاده نمی‌کنند. در همین حد یک انسانی که بالاتر از 2000 واژگان از بسامد 2000 تایی استفاده می‌کند. یا کسان دیگر و اتفاقا اکنون در بحث فلسفه زبان اینها رو مطرح می‌کنند و این لغاتی که شخص به کار میبرد، این تعداد این لغت‌ها از نظر کمی ممکن است که بتواند آن ذهنیت او و سواد او، معلومات او و نوع نگرش او و افکار او رو برای ما بازگو کند. بنابراین کسانی که وقتی سخن میگویند از کلمات بیشتری و حجیمتری استفاده میکنند، اینها هم هوش بالاتری دارند و هم از جهت سواد و معلومات بالاتر هستند. شما میتوانید این رو بسنجید در مورد افراد و اشخاص متفاوت. ببینید دایره لغات اشخاص چیست. کم کم دیگر انسان‌ها رو بر مبنای دایره لغاتشان خواهند سنجید که اینها در این دایره لغات غالباً چند هزار واژگان رو اینها دارند و خواهید دید که این رو اگر امتحان کنید خواهید دید که این امر قابل قبولی است و دانشمندان زبانشناس مسئله جدیدی است که اینها رو مطرح می‌کنند. و خیلی جالبه حالا در ادامه این که ربطی به این ندارد، میزان کلمات و تعداد و بسامد کلماتی که یک شخص به کار میبرد این هم بسیار مهم است. در یک سخنرانی 1 ساعته 60 بار مثلا از خدا میگوید، 50 بار از مثلا چیز دیگری میگوید. خب این معلوم است که این بسامدها رو، یعنی تعداد واژگانی که به کار میرود رو اگر ما به دست بیاوریم میتوانیم شخصیت آن شخص رو درک کنیم. یک شخص در نیم ساعت سخنرانیش مثلا 30 بار از کلمه محبت استفاده می کند. این اشخاصی که در هر زمینه، اینها اکنون هم خیلی راحت قابل بررسی است، از نظر علم امروز اینها قابل بررسی است و می توانیم این بسامد کلماتی که یک نفر در سخنانش ننوشته شده، ممکن است انسان خود ننویسد، دیگران برای او نوشته باشند، آنجا فرق می کند، ولی واقعا وقتی دارد سخن میگوید این روانشناسی او که این انسان ناراحتی است، انسان خوبی است، چگونه انسانی است، از همه اینها، این الفاظی که به کار میرود و از بسامت اینها به دست می آید که این چگونه شخصی است. این خرد پیر باز خرد و پیر هست و چیزهای دیگری هم در اینجا هست که فرصت نیست. چاره روپوش ها هست چنین جوش ها. خب این روپوش هایی که هست ما چه کنیم که این روپوش ها رو کنار بنهیم و بدانیم که چیست؟ جوش هایی که وجود دارد. چشمه این نوش ها در سر و چشم شماست. چشمه های این نوش ها در سر و چشم شماست. باز بحث خیلی مهم نیست. سر، من شمردم اینجا رو، فکر کنم 10 بار کلمه سر رو در این غزل مولانا به کار رفته. سر یعنی چه؟ سر معانی متفاوتی دارد و همه میدانیم، آشنا هستیم با معانی خاص آن. اما منظور از سر در اینجا چون از خرد پیر و از روپوش سخن گفت، همان ذهن انسان، همان فکر انسان، همان تفکر انسان است که انسان هر چقدر که تفکر می کند، هر چقدر که می اندیشد، این به سر تعبیر شده است. ما قبلا گفتیم که قبلا میگفتن که قلب است که میاندیشد. مولانا اینجا سر رو هم به آن اضافه کرده و معتقد است که سر است که تفکر میکند، سر هست که منشأ، همان مغز انسان هست که منشأ همه این تبادلات فکری و ذهنی است. چشمه این نوش ها در سر و چشم شماست.
خب این یک بحثه که انسان آنچه را که میداند میبیند، انسان آنچه را که میخواهد میبیند، یا آنچه را که میبیند میخواهد، یا آنچه را که میبیند میداند. این یک بحث عمیقی است که ما فرصت نیست و نمیتوانیم وارد آن شویم. ولی هر دوی این بحث درست است. هم انسان چیزی را که میخواهد ببیند میبیند و هم آنچه را که میبیند میخواهد. یعنی ذهن انسان، همان به فلسفه زبان برمیگردد، ذهن انسان نسبت به کلمات، نسبت به آنچه که میبیند قبلا یک قضاوتی میکند. مولانا میگوید بیاییم این قضاوت‌هایی که قبل از دیدن وجود داره اینها رو کنار بگذاریم و با بصیرت کامل و با دیدن صحیح اینها رو ببینیم. مهم و مسئله مهم و دقیق اینجاست که میخواهد که ما آنچه را که میبینیم بدانیم و بخواهیم، نه آن چیزی که میخواهیم ببینیم و اون رو ببینیم، چون ذهن ما در دیدار ما نقش دارد و دیدار ما رو عوض میکند. من ناراحتم از یک جایی، به هر حال مثلا فکرم ناراحت، وقتی میروم بیرون همه مردم به نظرم اخمو میآیند، همه مردم به نظرم زشت میآیند، همه مردم کارهای خیلی غلط و عجیبی انجام دادن. ولی وقتی که خیلی راحتم و آسوده‌ام و با آسایش آمده باشم میان مردم، همه رو خوشرو، همه رو خیلی آدم‌های خوب و چنین می‌بینم. این چیز، این از همان نقشی است که ما در پندارمون و در ذهنیتمون و در وجود ذهنی به آن پرداخته‌ایم. این چشمه نوش‌ها در سر و چشم شماست. چشم می‌بیند و سر او را ادراک می‌کند و سر ادراک می‌کند و بعد به چشم دستور می‌دهد که چگونه آن را ببیند. دیده اید انسان‌هایی که از نظر ظاهری بسیار هم زشت هستند، انسان خیلی اینها رو دوست دارد. بعد که مراجعه کنید ببینید که این باطنش چون خیلی آدم خوبی است، از آن جهت هست که او علاقه دارد و او اصلا نمیداند آن بدی‌ها و آن زشتی‌هایی رو که ممکن است دیگران در وجود او ببینند، این شخص در وجود او نمی‌بیند، او رو حسن مطلق می‌بیند. چرا؟ چون که واقعا دیدن او وابسته به آن فکری است که نسبت به آن شخص دارد. در سر خود پیچ لیک هست شما را دو سر. بحث می‌کند که در سر خود پیچ یعنی فرزند فکر و عقل و خرد و دانش خود باش، با دیگران نباش. حارس محاسبی، یکی از بزرگترین عرفا، میگوید که 30 سال است که جز فکر خودم چیزی را ندیدم و در چیزی نپیچیدم. یعنی این که انسان باید در سر خود بپیچد. ما به جای اینکه در سر خود بپیچیم به دیگران میپیچیم، هی اشکالات و ایرادات دیگران رو میخواهیم به دست بیاوریم، اشکالات خود رو فراموش کرده ایم و هی به دنبال نکته‌گیری از این و آن هستیم. فلان کس چنین است و چنان است، فلان کس چرا این کار رو کرد. حتی اگر اشتباه هم باشد ما حق نداریم نسبت به دیگران قضاوت کنیم. ما چرا اینقدر راحت در مورد دیگران قضاوت میکنیم؟ چرا دیگران رو مورد عتاب و خطاب قرار میدهیم؟ به راحتی میگوید این اهل جهنم است. از کجا فهمیدی؟ تو مگر نعوذ بالله جای خدا نشسته ای؟ نه معلومه دیگه. آخه از کجا معلومه؟ این حماقت هم واقعا یک حدی باید داشته باشد. تو از کجا میدانی این جهنمی است؟ تو از کجا میدانی این انسان است؟ یک بار به این بدی کرده، این دیگه بدترین انسان روی زمین است. چرا اینقدر غلط استفاده میکنیم؟ میگوید که در سر خود پیچ، سعی کن پیچیده ذهن خود باشی، فرزند زمان خود باش، فرزند ذهن خود باش. هست شما را دو سر، این سر خاک از زمین وان سر پاک از سما. ولی بدان که دو سر داری، یک سر اینجاست، یک سر آسمانی، یک سر زمینی، یک سر آسمانی. یک سری که اینجا داری و افکار فعلی ما هست که در آن سر میپرانیم، یک سر دیگر در ملکوت وجود دارد. عرض کردم در عالم ملکوت عین همه ماها در آنجا وجود دارد، عین همین در یک عالم‌های موازی. الان دانشمندان به 11 عالم موازی پی بردن، یعنی حداقل 11 عالم موازی با این عالم هست که من 11 جای دیگر در جای دیگر هستم ولی خبر ندارم. ممکن است بین این 11
جهان موازی تبادلی باشد، ولی به هر حال دانشمندان این رو در حد تئوری انگاشتن و در حد تئوری است که 11 جهان موازی تاکنون گفتن که حداقل 11 جهان موازی وجود دارد در فیزیک کوانتوم، فیزیک‌های جدیدی که بررسی میکنن. خب وقتی چنین است، ما در یک عالم موازی این عالم و البته خیلی برتر از این که عالم ملکوت است، همه ماها در آنجا هستیم و بحث خیال و دنیای خیال رو قبلا بحث کرده ایم اینجا مفصلا. یعنی اینکه همان عالم خیال یا عالم مثال که یا عالم ملکوت هست که ما هممون در آنجا هستیم. یک سر اینجا داریم، یک سر آنجا داریم و آن سر است که به این سر خط می‌دهد و ما رو روشن می‌کند ما چه کنیم. بعد مولانا در ادامه این غزل می‌فرماید که این سر رو بایستی از دست بدهی، این سر رو باید بدهی تا از آن سر زنده شوی. یک نسبت و تناسب بسیار زیبای ادبی هم هست، میگوید این سر رو باید بدهی تا از آن سر زنده باشی و تا زمانی که این سر نمرده است آن سر زندگی وجود ندارد. در جای دیگر میگه عشقهایی که از این سر است و آن سر است عاقبت ما را بدان سر رهبر است. میگه چه عشقی که این سری باشد، چه عشقی که آن سری باشد، چه مجازی باشد، چه حقیقی باشد، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. آخرش ما را به آن سر خواهد، ما را به سمت خدا خواهد کشانید. بنابراین ما سرهای متعدد داریم و انسان تا این سر رو در اینجا ندهد به آن سر نخواهد رسید. ای بس سرهای پاک ریخته در پای خاک، بسی سرهای پاک که در این خاک ریخته شده است، تا تو بدانی که سر زان سر دیگر بپاس. بدانی که تو نمرده ای و این سر رو که اینجا داده ای، این سر در آنجا برپا هست و آن سر در آنجا واحد است. مثال برای حضرت ابا عبدالله علیه السلام زده اند که خب چرا اینها سرهایشان را دادند و هیچ اتفاقی نیفتاد؟ به خاطر این دادند که از آن سر زنده باشند. حسین منصور حلاج سرش را زدند و گفت که من از این سر را میدهم تا آن سری باشم، تا آن سر بالا رو به دست بگیرم. و همه همچنین است. من وقتم تمام شده است، یه 5 دقیقه هم اجازه میخوام که جلسه آخرمون هست دیگه انشالله. ای بس سرهای پاک ریخته در پای خاک، تا تو بدانی که سر زان سر دیگر بپاس. به خاطر این که بدانی که چنین است. میگن ذوالنون از یک صحرایی میگذشت، دید 40 انسان عابد زاهد عارف واصل همه سرهایشان بریده شده. وقتی این 40 نفر رو دید که همه صف به صف همه مردن، دست به سوی آسمان برد، گفت خدایا چه میکنی؟ این همه آدم را یک جا چرا کشته ای؟ هاتفی ندا داد که همه اینها رو میدانم، این کار خودم است، کشته ام، خب دیهشون رو میدم. مگر کار من نیست؟ کشته ام، دیهشون رو میدم. حالا این وسط یک نفر هم مثلا فضول باشد و بیاید بگوید، فضول یعنی اون که غیر اصیل ها، نه اون فضول، غیر اصیل باشد و بیاید یک چیزی بگوید. بعد این ذوالنون مصری میگه که گفتم خدایا آخه تا که چرا این همه، چقدر بعد از این خواهی کشت اینها رو، چقدر این سرها رو بر خاک خواهی ریخت؟ گفت تا زمانی که در خزانه ام دیه‌ای داشته باشم اینها رو خواهم کشت. تا زمانی که دارم که دیه اینها رو بدم خواهم کشت. گفت خب پس بعدن چه؟ گفت اینا رو که میکشم اما یک کاری میکنم، جسمشون رو از اینها میگیرم و اینها رو خلعت مهر و محبت و عشق به دیشان میپوشانم، اینها رو پادشاهان عالم میکنم و اینها رو گل رخساران جهان میکنم، صورتشان را با خون خودشان سرخ میکنم و پس از آن اینها رو خورشیدی میکنم تا به همه بتابند. اما وقتی که آفتاب الوهیت
از آن جانب برآمد، این خورشیدها همه سایه‌ای میشوند و این سایه ها در وجود من محو میشوند و همه من میشویم و من آن وقت است که اینها رو در آغوش خود در لقای خود خواهم گرفت. ای بس سرهای پاک ریخته در پای خاک، تا تو بدانی که سر زان سر دیگر. این سر نیست، این سر حیاتش از آن سر است. آن سر اصلی نهان و آن سر فرعی عیان. آن سر اصلی چون نهان است ما نمیبینیم، آن سر رو نمیبینیم چیست، ولی این سر فرعی عیان است، میبینیم. همه یک سری بر گردن و بر بدن داریم و جور این سر 10-15 کیلویی رو میکشیم همه. آن سر اصلی نهان و آن سر فرعی عیان، دان که پس این جهان عالم بی منتهاست. بدان که پس این جهان عالم بی منتهاست. مشک ببنده سقا، مشکت را ببند. حال میتونیم بگیم که پر کرده حالا میخواد مشک رو ببندد، یا اینکه میخواهد که چه کند، میگه که اصلا ببند و برو، فایده ندارد، اینجا مشک به درد نمیخورد. مشک ببنده سقا، می نبرد خنب ما. خنب به همان خمره بسیار بزرگ رو خنب میگن. می نبرد خنب ما، کوزه ادراک ها تنگ از این تنگ هاست. کوزه جاییست که اون سرش تنگه دیگه معمولا. میگه کوزه ادراک های شما بسیار تنگ است. اینها قابلیت درک بحر رو ندارند و اینها نمیتوانند دریا رو در خود بگیرند. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد فرصت یک روزه ای. این که خب چقدر ما میتوانیم که این چنین باشیم. از سوی تبریز تافت شمس حق و گفتمش، نور تو هم متصل با همه و هم جداست. میگه که کوزه ادراک های شما بسیار تنگ است و این مشک را ببندید و از ای سقا از خون به ما تو نمیتوانی ببری. این سخنهایی که گفتم اشتباهی بود که در حالت خلسه و در حالت سماع اتفاق افتاد، وگرنه اینها اسرار حق است که نباید به کسی گفت. میگوید از سوی تبریز تافت شمس حق و گفتمش. شمس حق از تبریز زرخیز تافتن گرفت و گفتمش نور تو هم متصل با همه و هم جداست. گفتم به شمس تبریزی که نور تو هم متصل است و هم جداست. راجع به نور متصل و نور منفصل که بسیار بحث جذاب و شیرین و جالب است، انشاءالله در آینده در مناسبت‌های خاص میگویم. السلام علیکم.